میدانی یک دختر بهایی تو یک دبیرستان دخترانه 800 نفری جوری درس خونده و جوری خودشو گرفته که 800 تا دانش آموز و جذب خودش کرده؟ میدونی؟ اونقدر قشنگ محجبه که هر کی نگاش میکنه بتونه دختر آیت الله عظماست، اما دختر بهاییه. دختر بهایی فرسنگی میره و میاد، اما دختر شیعه رو ببین چه جوری میره و میاد. اگه من بخوام خیلی حرفا رو بزنم وقتی ناامید میشه، باید بگم آقا این فرد شب جهنم میبینم اسم. والله به خدا قوقا کرده دشمن. نمیخوام ناامیدتون کنم، میخوام بیدارتون کنم جدیت به خرج بدید و دست از خیلی حرفا بردارید. آقا جون خدا خیرتون بده. یا بلدید یه کاری کنید بکنید، یا اگه بلد نیستید بذارید بقیه کارشونو بکنن. بابا برید کنار، اینقدر انگ به این و اون نچسبونید. تا یکی میخواد یه کاری بکنه یک بسته های عجیب و غریبی بهش بچسبونن که از آدم شاپ در میاد. به خصوص یه بسته هایی که حالا شب آخر میگم که هر کی بعدش اومد دیگه نیاد بعدش. حالا شب اولمونه خیلی حرفا رو نمیزنم، به شب آخر بلدم چیکار کنه. آره بعد اون شب آخر حالا فعلا که شب دیگه باید بیا حالا. دشمن عجیب است. بهاییت یک گرگ، بهایی گرگ. من جایزه میدم به کسی که یک بهایی یا یک یهودی به من نشون بده که معتاد باشد. من جایزه میدم. شما یک بهایی نمیبینی که معتاد باشد، یک بهایی نمیبینی که اخلاقش بد باشد. یعنی مردم بگیره فوش رکیک بده، حرف زشت بزنه. و یه بهایی قرآن 20، شیعه قرآن 2، اونم چون با باباش آشنا بودیم 2 دادیم. باباش ای به بعدش میاد. من خودم شاگرد بهایی داشتم، خودم شاگرد یهودی داشتم، شاگرد مسیحی داشتم. به این منبر فاطمه و به این مسجد زهرا و به این خانه فاطمه قسم نمره اخلاق 20 رو به بهایی دادیم چون نمیتونستیم ندیم. آخه عیبی نداشت برد فقط بهایی. نه یه غایبی داشت، نه یه توهین داشت، نه یه دعوا داشت، نه یه عربده داشت، یعنی دین انضباطی داشت، نه یه بار کلاس به هم ریخته بود، نه یه بار سبب و سری معلم گذاشته بود. خیلی مرتب. اما شیعه چی؟ هیچی. مدرسه رو بگردی 2 کیلو تریاک گیر میدن.